خانومی 3 تا دختر داشت که هر 3 ازدواج کرده بودن. یه روز تصمیم گرفت میزان علاقه داماد به مادرزن رو ارزیابی کنه. یکی از دامادا رو به خونش دعوت کرد. وقتی کنار استخر قدم میزدن از قصد وانمود کرد که پاش لیز خورده و خودشو انداخت توی آب. دامادش که میدونست مادرزنش شنا بلد نیست فوراً شیرجه رفت توی آب و نجاتش داد. فردا صبح یه ماشین پژو 206 نو جلوی پارکینگ خونه داماد بود و رو شیشش نوشته بود متشکرم از طرف مادرزنت. زن همین کارو با داماد دومش هم کرد و این بار هم داماد فوراً شیرجه رفت توی آب و نجاتش داد. داماد دوم هم فردای اون روز یه ماشین پژو 206 نو هدیه گرفت که روی شیشش نوشته بود متشکرم از طرف مادرزنت. نوبت به داماد آخری رسید. زن باز هم همون صحنه رو تکرار کرد و خودشو انداخت توی استخر. اما داماد از جاش تکون نخورد و با خودش گفت وقتشه که این پیرزن از دنیا بره. من چرا خودمو به خطر بندازم؟ بی خیال وایساد تا مادرزنش غرق شد و مرد. فردا صبح یه ماشین BMW آخرین مدل جلوی پارکینگ خونه داماد سوم بود که روی شیشش نوشته شده بود از طرف پدرزنت. رفیق، هوای پدرزنتو بیشتر داشته باش.